بذار چیزی رو واضح بهت بگم. منیفول و دریچه گاز فابریک پژو بد نیستا، ولی یه جوره نفس موتور رو میگیره. این قطعه برای مصرف روزانه ساخته شدن، نه برای بازدهی و شتاب. راه حلش پیش منه. یه دونه از این و یه دونه از این میخوای. این منیفول XUM که نسبت به منیفول فابریک مسیر هوای بازتر و طراحی بهینه‌تری داره. همونطور که میبینید سایز دریچه گازش هم بزرگتره و طراحی بهتری داره، پس میتونه حجم هوای بیشتری رو وارد منیفول کنه. پس بریم واسه تعویضش. اول از همه ریل سوخت رو باز میکنیم، بعد از اون متعلقات جانبی هم باز میکنیم و در آخر منیفول هوا رو در میاریم. خب اینم از پکیج جدیدمون که از قبل آمادهش کردیم و سر جای منیفول قبلی میذاریم و نصبش میکنیم. راستی اینم بهتون بگم که ما واسه این ماشین از ریل سوخت XUM استفاده کردیم. حالا بریم ببینیم صداش چجوری شده. روحانی مشکی بلور چارشون کشتی